تو همین دوره سال جاری در ناحیه رشت در همه شکل‌های خوجگیداری میدان باغ‌ها بیش از 4000 گکتار را تشکیل نموده. مساحت بیشتری آن اساساً به خوجگی‌های دهقانی راست می‌آید. از جمله سال گذشته اهل زحمت خوجگی‌های دهقانی از میدان باغ‌های در اختیارشان بوده زیاده از 19000 تن میوه‌های خوش‌صفت استحصال کردند و این رقم سال جاری بیشتر می‌گردد چون حاصلناکی میدان باغ‌ها در قیاس به سال گذشته خیلی هم زیاد می باشد. اصلا نقشه خوجگی‌های دهقانی در رشد ساحه باغداری بر اعلی احساس می گردد زیرا دهقانان در بنیاد باغ‌های نوی زمانوی پرورش نهالان سیرحاصل به اقلیم کوهستان مطابق تجربه بوی داشته در همکاری با عالمان در پیشرفت ساحه سهم خود را می‌گذارند. خوجگی دهقانی بخت از برکت استقلال دولتی تشکیل شده. از روزهای اول اهل زحمت به بنیاد باغ و استحصال محصولات کشاورزی مشغول می باشند. خوجگیداران از شفت دریای سرخاب خط آب آورده در این مکان باغ زمانوی بنیاد کردند. اینک نتیجه زحمت چندین ساله دهقانان اصیل باغ زمانوی و درختان سرحاصل می باشد که باعث پیشرفت اقتصادی خانواده آنها شده است. سال گذشته ما در حدود خوجگیمان زیاده از 20 تن میوه سیب نوک استحصال کرده بودیم. این سال با شرافت 30 سالگی سرکلات دولتی جمهوری تویستان میوه پیشپز ما زیاده از 5 تن و زیاده از 7-8 تن میوه سیب کریمسون، گلدن، رویال دلشیس و دیگر خوبانی و دیگر نوها را جمع آوری کردیم و امروز ها در جمع آوری حاصل نوکی غرمی که نشپاتی هم او را مینامند جمع آوری نموده استاییم و باوری داریم که نسبت سال گذشته زیاده از 7-8 تن میوه جمع آوری مینماییم و در برابر تامین کردن خودی که ما میتوانیم با بازارهای شهر شنبه و بیروز از آن براریم. اینچنین از درآمد صافی هر ساله ما زیاده از 20 خوجگی کم بضاعت رو از حساب میوه ها از درآمد خود یاری میرسونیم و این سال هم نیاز داریم که زیاده از 20 خوجگی کم بضاعت رو با سیبونا و به طریق مالیوی با اونها کمک نماییم. از قدیم الایام ناحیه رشت چون مکان سیب‌های خوش‌صفت به شمار رفته در بازارهای جمهوری و خارج کشور میوه‌های کوهستان خریداران زیادی داشت. متاسفانه با گذشت سالها شهرت باغداری تا اندازه کاهش یافته بود، اما سالهای آخر در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساحه باغداری از نو احیا شده. سال تا سال میدان باغ و استحصال میوه‌های خوش‌صفت افزوده ایستاده است که در این جهت سهم خوجگی‌های باغداری بر اعلی احساس می‌گردد. با گفت باغبانان صاحب تجربه در ناحیه رشت با توسعه عالمان ساحه کشاورزی میدان باغ‌ها وابسته به طلبات بازار از حساب نهالان به اقلیم محل تاب‌آور و سرحاصل بنیاد شده ایستاده است تا در آینده استحصال میوه‌های خوش‌صفت صادراتی باز هم افزایش یافته. در این ردیف تامین بازارهای جمهوری با میوه‌های محلی بهتر و خوبتر گردد.